به دنیا پرستی روی نیاورید گرچه به سراغ شما آید و بر آنچه از دنیا از دست می دهید اندوهناک مباشید، حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باشید. شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و کسانی را که این وصیت به آنها میرسد به ترس از خدا و نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش میکنم. زیرا من از جد شما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه 1 سال برتر است. خدا را درباره یتیمان نکند آنان گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع گردد. خدا را درباره همسایگان حقوقشان را رعایت کنید که وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شماست. همواره به خوشرفتاری با همسایگان سفارش می‌کرد تا آنجا که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد. خدا را درباره قرآن مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند. خدا را درباره نماز چرا که ستون دین شماست. خدا را درباره خانه خدا تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خلوت شود مهلت داده نمی شوید. خدا را درباره جهاد با اموال و جانها و زبانهای خیش در راه خدا. بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر، مبادا از هم روی گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدهای شما بر شما مسلط می‌گردند. آنگاه هرچه خدا را بخوانید جواب ندهد. سپس فرمود 2. سفارش به رعایت مقررات عدالت در قصاص. ای فرزندان عبدالمطلب، مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و دست به کشتار بزنید و بگویید امیر مومنان کشته شد، بدانید جز کشنده من کسی دیگر نباید کشته شود. درست بنگرید، اگر من از ضربت او مردم او را تنها 1 ضربت بزنید و دست و پا و دیگر اعضای او را مبرید. من